امشب شوی پلو زنها به تکده و امشب شوی پلو زنها به تکده و پیرمرد سبیل میتوه پیرمرد سبیل میتوه سبکو گیلک رمزون سبیل میتوه کار من سبیل ندارم کجا بدی گیلک خونه خوشی خو بیشتر من اصلا بیرو که کی؟ خوشومه چره؟ من برفتم مثلا گفتم که خاطر امروز سبا جمعه امروز برفتم به جای ناعرض میرفتم من امروز گفتک دو پا دو دست درازتر و خستی بیه دینه و خستی بیه دینه دو ما جو چی گپ فلان و به آمدن اینجا سیاهی کنیه تو نمیری چی من اصلا بیرو که یعنی چی نمیبری؟ نه با من دست را بالا ارزوی بر زنجیر که گلفق انداخت تنبه انداخت دست را با بالا شدم بالا دیوال ساله نه گفتم اول دیوال ساله تیرشون برم یک بار برفتم اینجا اول دیوال انداخت خود برفتم تا انداختم بفتم دنبال مرغا اینا یک مرغ نل بسید لسبا ما پچخ شم خوشی من جوری رو دیش همونجا به تا شروع مزد خوشی تو مرغا خور از تو بیشتر خدا میتونه اگر یک مرغ شاید جوجه مرغ باشه سیری به قیمت نه کلون مرغ چیزی مرغ افغانی وطنی تام که خودی از این وزن خور بالا مرغ انداختی انگار بلدزر خودش بل خور بالا مرغ انداخت کل مرغ بمرد گردن من باشه میتونم رودای بیرون شد که مثل موها سر تو همه پخ رودایی یعنی گیلک تو برفتی به سرا خوشی خوب دست خیلی رفتی چی نبردی؟ نه خیر اگه یک هفته آدم چیزی هم نداشته باشه آدم که به خاطر چیزی نمایم که این هفته چیزی ببرم من هفته دیگه اگه چیزی نبرم من والله نمی بیری میکنی نه خواهنا لیتنه که خوشی مگفتگی هفته پنجم توی چی نبردی پول نبرد 5 هفته میشه تو میری چی نمیبری؟ همه پیش 5 هفته ببردن دیگه سیری پکله خریدم راست قربا گیلک گردنم بند باشه سیری پکله استونم که گیلک تو به نمزد داری خور به پیش همین خشاق و بیا با مفتزه کردی راست میگی در کنار ازی که تو چیزی نبردی 500-600 روپیه مرغ وطنی اینا رو بزدی بکشتی این ضربه دگه یک چیز دیگه من به تو بگم گیلک حالک و شرایطا خیلی از وقتی که من نمزاددار بودم بیشتر و پیشرفته تر شده تو میستین سیری پکله من به سکیل میرفتم به سکیل جا نمیشد با فرغون منداختم وسیلار میبردم سودایی که من به شوجه میرفتم به خونه خوشوخو میبردم گوشت گرفته تا میوه گرفته تا میوه خوش گرفته تا پیاز کچالو حتی میبردم برای اینا بابا مو کیلو پیش از این 5 هفته که ببردم هلی بغلا اینا سیاه شده بود کیلو 15 روپیه حساب که مرتکه با من گو خود تا خاطر تو مرتکی خنکندی کیلو 15 روپیه که 2 کیلو شدک ببردم اینا میگم کمه کیلو 60-70 روپیه کیلو 15 روپیه میت چیزا به تو بداده اینا هلی دنبال اینا سیاه شده بودن نصف قلم میکرده خورده میشد یاله مردم حق حال عزیز زیر که لوزاددار بشه و از تو یاد گیرم میوه بردن و خونه خوشی خود خب پول نیوزا کشمیشیه خود تو ریت کار ما چه کار دست شکسته تو با درو شکن گوشنی تو که امروز روز با خونه خوشی خود پول نداری که 2 کیلو سیب یا یک هندونه حالا هندونه من 30 روپیه 2 تا هندونه بستو ببرم هندونه بعد میگم دست خیلی بد نیه کیلا تو روش کرده که شاید از پلاستیک کش کرده باشه اونا رو ببردی کیلو 15 روپیه اونا بد نیه حالا میگی خالم شکایت خوشیم شکایت نمیکنه دستم مرغ پچق شده به کجا ما شکایت کنه بروس ولی او تو کو بگی شکایت میکنه نه بابا یک دوستشو برو خور گم کو عدی بیرو کو خور رمضان پس یک کاری بکو برار تو به سر بچه خود دیگه به تقلا کسمتی دیدی اخی شما بگی که گیلک برفته قایم شده میرم خل چپ چوب میکنی ولی بعد نه گیلک جو دل جمع باش ما به خشا توی چی نمیگم ما فهمیدی خور برو بیخی بزو قله کاکا خور یک دوشه به منجگا پرتو کو مگر برو بزونا هم بگو مرغ خوشی میمیته شده وزد دستپان شده میشه به سر مرزه داده چیزی بکنه خوبه برو تو بیا از این چیز تختکم به سر تو ارزم بکنم و دست از اونا میایه خوشی تو حال دل پاک بترقیده شب ناز می آیه مرم راز می آیه
از دل پر دردم بشنو دل به گداز می آید. السلام علیکم منده نباش. و علیکم. کجا بدی؟ کاکا خوشحال منده نباش. خوبه بس شتا دل شوری داری تو شتا بشه جمع بر میخزه میای دو پا دو دست درستر دست خیلی همین خوشو تو کمرو تور بدر که دست رو با سردار خود خوب نختی به دست رو یک مرغ تو لیل رور کردی تو چیکار میکنی؟ معلوم هست تو؟ نه خب کچه زده ما دومات شما نبی آمدم به من میگن تو هر روز میای اینجا دست خیلی با ما تانه میدم ما چون خالام و دخترها خالی و ما چون کی تانه میده که گیلک خیلی میای دست خیلی. اصلا تو چیکار میکنی؟ تو غیر از زلار دگه بریم دگه چیکار کردی؟ همین 4 تا در و همسایه قوم و خش همین تا زبون به در کردم 24 ساعت به دختر من میگم به زن من میگم تانه میدم که دومات شما میای چرا دست خالی میای؟ آخه تو معلوم است چیکار میکنی؟ خب نیه پول. خب نیه برو زحمت کش کار کو به می دی شما کم کاره مگه میشه کم شو بشه جمعه تو دست خالی بخیزی بیایی؟ خب نمیشه جمع میکنه نانه موبایل پیشکش. بال پیشکش جمع میکنه؟ خب تا روزی که پیشکش تو پر میشه دیگه نیا بسرو پیشکش خود جمع کو بیا عروسی خوب کو برده برو. ایتا میشه؟ چرا نشه؟ ایتا میشه که بیای سردار خود خوب نزی یک مرغ بکشی؟ ایتا میشه؟ خب مرغا شما آمد دمه که خور منداختم بیا آمد به زلنگم افتاد. به زلنگ؟ نگوی گپه آخیشته که خانوم میگه از سردار خود خود انداختی به تسرا. نیه بابا سردار بکجه از پیشون سرا بیامدم ماستم بالا تنور بندادم خود ای بار افتادم به زیر پاما شده. گوش کش که با تو چی میگم؟ بله تو این ساعت و این دقیقه هر چی دست خیلی میدی ما برای توی چی نگفتم. از این بعد دست 10 گونی به دستا تو کمتر باشه از داخلی تا کمتر باشه طور دیگه به سردار سرا نمیگذارم. باز اگه آمدی خو میفهمی خودی کی طرفی میفهمی؟ خودی خسور خود جبار طرفی همون ضربه زنم که تنو به کمر تو نرسه. خب شما میخید خود چی سراخ کردیم؟ برو دیگه بسرا برو چی اینجا کشیدی رو برو برو دیگه برو بخیر برو با مادر خوب بگو خسور مثلا بگفته بعد از سلام گفته هر وقت که به سرا میایی باید دستا تو همیتا پر باشه که دستا تو لکتای باشه. بفهمیدی که چی گفتم؟ دیگه نبینو که 1 کیلو کیله و یا 2 تا بنجوری کخه و اینا رو برداری بیاری به سرامه. برسیدی؟ برو بخیر دیگه. خوبه شما رو می رقم آموخته کردم از روز اول. و خدا به زیر دندان تو نمیده 10 خلیته میارم گردنم من تا روز عروسی کنم اگر دیگه لنگم بیایه سر شما خاک ندیدم زن خوش شما بدیدم بلکن مثل اشتن مصطفی جانجور تیار هستی خیلیت جانجوره میگون جون یک نیکی بکو که به ساعت کار بیارزه. خب تو همسایه ما هستی بفهمیدی حال ما برو مدست خوشو خوب فرار شم بفهمیدی ما برون بجم برون که دستم عرض میکنه اگه یک زحمتی بکشی از این مرغا خونگی خب برو با مادر خب بگوانه بگو به گیلک بگو به فریشی مایم یا به قرض مایم بگوانه یک از این مرغا خونگی بدیم ما ببرم تا اون مرغ خوشو خور بدم انمی خوشم تا اون نستون از من عرض نکنه اگه عرض کنم من میبرم میشونم همه چکار من شک زحمتی بکشم مگذاره برو در سرا خود یاره از تو که بیتر دیگه بگمش که برای نگه چرا؟ باور میکنی گلک تو میگی مرغ یا لگ اگه خرگوش داشته باشیم یعنی خرگوش نداریم ها 300 پول نداری به کیسه خب جوان من 300 پول دارم کیسان بام 1 روپیه از تو قیافت هم به 1 روپیه نمیارزه اشته کنم برو تحریم ندیدی برو مصطفی نسته که برو تحریم سی نکن برو دیگه احساب مخراب برو 1 روپیه نیه به کیسم چیکار کنم اشته کنم من به زور غله برم تا اون خوشو خور بدم چیکار کنم اشته کنم من
اسپانی پو بسوب زده یعنی یک پلو نشده آنی دنبال نه داجشتنی شتنگی لا خوبی خیلی مهی خور آه دیگه چیکار کنی؟ خیلی مهی سکتو نمیگیرم نه مختیه آه شونه خور بالا کو گیپک بله تو هم نامردی بدی پیار تو هم چری؟ مادر تو هم چری؟ مادر تو مرا سر رو بیرو کن به چی خاطری؟ به چی کار برفتی؟ خاطرت براتون مثلا شما امشب جمعه براتون مثلا شما انا برادر که شما دارم مادر تو مرا اول در سرا که واقع گفتن دو ماه جمهر نمردم میه یک دست خیلی بعدی ونه بالاخره مرا سر خور چی سر خور به در دیارم حالی خلاصی گفت بگو چی از دروغ میگیم به چون مادر تو از سر ما بدر که خلاصه بگو خب کل فندقی خب خلاصی امینه دیگه یعنی میگم مادر تو مرا سرا خو بیری که من برفتم مبالیم دیوال بالا شدم کدی دیا؟ دیوال سرا شما برفتن که تاین دادن خود بالا تنور بفتادم بالا یک مرغ شما یک پچخ شد برای بمون چی افتادی؟ بالا مرغا ادوار تلیر بالا شدی خوب انداختی با تا سر ما برای مرغ افتادی ها برای مرغ ما کو گیلک نفتادی ما چی میفهمید مرغ تو کدومه که افاش 10 تا مرغ بود یک پچخ شد بمرد نه باشه من با مادر کو زنگ زنم اگه تا مرغ ما نباشه میفهمیده چرا مرغ تو باشه چیکار میشه بمرد مرغ تو خون میکرد مرغ ما نه بابا اوه او معلوم میشه کالی مرغ پچخ شده که چی مرغیه اوه خسنگ مادر خسه که چی میگه مادر تو استا چی از دیگه مادر تو بخ میخوره آه بسی گوش بگی چی نه بله مادر اشتن خوب سلامته آه شکر میگم کدوم مرغ مرده مرغ کی؟ مرغ من چکار بو شده؟ هیچ کی مادر به من نگفته خوب گوش نیدم از گوشی که گفتم مرغ پچخ شده که مرغ ما بوده انا او که تو خون میکا تیر اسپجل تو بخوره بگو مادر خو بگو چرا میگه دومات ما تیر اسپجل گیلک بخوره تیر از فاجر تو بخوری مرگم فاجعه تو بخوری مادر تو بخوره پیار تو بخوره جبار دوما بوی برات کدی وقت پیش ما برو خوب انداختی برای مو وقتی غلام به دمر به سر نک داشته امو سرا در نداره در من در بیری که مادر تو اصلا وقت دیگه دوما وقتی برو تو دیگه نیا به سلام نمیام برو مرغ تو بوده آدم تو سیکون چکار میکنه برف در دیوار تنیر بون داخته خون مرغ پیچخ شده مرغ تو خونکنی هم با بوده Thank you.